روز 12 اکتبر در ورزشگاه دانشگاه دولتی بختر به نام ناصری خسرو با تشبث ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراژدنی در ولایت ختنان بخشیده به روز بین المللی اوید و پست کردن خوف آفت‌های طبیعی و برطرف‌سازی آن دایر گردید. در این چاره‌بینی سردار ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراژدنی در ولایت ختنان پالکونیک محمدزاده جمشید نماینده برنامه آذوقه عمومی جهانی سازمان ملل متحد در ولایت ختنان زبانیسا سعیدова نماینده شعبه معارف شهر بختر دانشجویان دانشگاه دولتی بختر به نام ناصری خسرو و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر بختر اشتراک نمودند. سردار ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده سخنرانی نموده قید داشت که با مقصد بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی در دایره نقشه برگزاری چاره‌بینی‌ها بخشیده بر روز بین المللی اوید و پست کردن خوف آفت‌های طبیعی تا این زمان متخصصان ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در ولایت ختنان کارهای نظررس را انجام دادند. هدف از چنین چاره‌بینی‌های مقصدناک جهت بلند برداشتن معلوماتناکی اهالی از خوف آفت‌های طبیعی و راه‌های پیشگیری آن ارزیابی می‌گردد. قید کردن به مورد است که همه‌ساله یعنی که آن حالت‌های فوق‌العاده که در حدود شهر و نواحی ولایت یعنی که در جمهوری به عمل می‌آید چقدر حصارات جانی و مادی یعنی که با اقتصادیات مملکت وارد می‌کند. یعنی که هدف اساسی برگزاری این چاره‌بینی یعنی که روز 13 اکتبر روز پس کردن خطر آفت‌ها در آن است که یک بار دیگه ما یعنی که با واسطه بلند برداشتن دانش و ملکه شهروندان، اهالی، کارمندان تشکیلات مؤسسات، دانشگاه و دانشجویان یعنی که یک بار دیگه ما با آنها آموزش‌ها را تشکیل کرده می‌گذاریم که تا اینکه در وقت سر زدن این آن حالت فوق‌العاده خصوصیت طبیعی و تکنگانی چاره‌بینی‌ها را راه‌اندازی کرده توانند و خود و دیگران را از یعنی که آفت‌ها امین نگاه داشته توانند. در هفته این چاره‌بینی دوید به فن مدافع گراژدنی میان خوانندگان و دانشجویان دانشگاه سوال و جواب دایر نمودند. اشتراکچیان فعال توانستند با سوال‌های پیشنهاد نموده پاسخی صحیح دادند و صاحب تحفه‌های خاطرمون گردیدند. همچنین بین خوانندگان مؤسسه‌های میانه عمومی آزمون رسامی بهترین برگزار نمودند که تصویرها از حالت‌های به وقوع آمده آفت‌های طبیعی و رفت برطرف‌سازی آن تصویر شده بودند. همزمان متخصصان این نهاد با دانشجویان و خوانندگان مؤسسه‌های میانه با تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر که در کارهای عملی برطرف‌سازی آفت‌های طبیعی و نجات‌دهی اهالی استفاده می‌شوند از نزدیک شناس نمودند. این تجهیزات برنامه درسر نام دارد با روسی دتکتور жизни نامش برای کوفتکوبی ضرردگانی که در تای بینو بعد زمین‌لرزه هستند ما استفادهش میبریم. با این تجهیزات 6 نفر آدم کار میکنند. در آخر از جانب سردار ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراژدنی در ولایت ختنان به رسامان بهترین تحفه‌های خاطرماند تقدیم کرده شد.